اما ادامه میدیم بحث خودمون رو با مهدی کرد عزیز. از شکل آشناییتون با مرتضی پاشایی برام بگو. شکل آشنایی کی با هم آشنا شدید؟ کجا؟ چه اتفاقی؟ سال 88 بود اولین تصویری که از مرتضی یادمه دیدمش. تو دفترم بودم سال 88. دو تا جوون از در اومدن تو و یکیشون وایساد دم در، یکیشون اومد جلوتر سلام کرد، گفت این سی دی این آهنگای دوست منه میشه گوش کنین. نگاه کردم دیدم یه جوون لاغر موهای بلند، زمستونم بود، یه کافشم پوشیده بود و کلاش هم رو سرش بود، سازش هم رو دوشش. از دور یه سلام کردم بهش. این اولین تصویر بود که از مرتضی من یادمه. سی دی رو گرفتم و گوش کردم. موقع که این صدا رو گوش کردم باورم نمیشد صدای اون آدمه. صدا رو که گوش کردم تصور کردم که سی دی رو اشتباه من گوش کردم. صدای آدمه پره. که بعد که سری بعد که اومد پیشم دیگه مطمئن شدم صدای خودش و از اونجا دیگه دوستیتون شروع شد. دوستی و استارت کارا و همه چی اتفاقات از اونجا. شاید تو مسیر کاری تهیه کننده و برنامه‌گذارا خیلی از خواننده ها باشن که توی این مسیر با هم دیگه جلسه دارن، نشست دارن، دیدار دارن. چه چیزی باعث شد بین اونها تو با مرتضی پاشایی اصطلاحاً اخت بشی، صمیمی بشی، رفیق بشید؟ خب این بیشتر به خاطر رفتار خودش بود. مرتضی آدمو جذب می‌کرد. منو واقعا جذب کرد. روزای اول که من کاراشو گوش می‌کردم نمیدونستم، یه حسی بود تو درون من به من میگفت که با این خیلی چفت شو، روی این زوم شو. یه حسی تو درون میدونستم یه چیزی هست، نمیدونستم چیه. شاید امروز جواب اون سوال اون روزو دارم میگیرم که اون حس چی بود. اینکه منو هول میداد سمت این و با این انرژی ما حرکت می‌کردیم و با سرعت و با قدرت پیش می‌رفتیم. نمیشه بیان کردن. متوجهم. اولین کاری که ازش شنیدی کدوم کاراش بود؟ کار خیلی قدیمی بود. خود یکی هست بوده لابد دیگه؟ نه یکی هست بعدها اومد. داره کارایی بود که داره خیلی مبتدی تو خونه، تو استودیوی خونگی که داشت این کارا رو آورده بود، نمونه کار بود. عجب. بریم ما هم دیگه صداشو گوش کنیم با هم دیگه. قطعه به گوشت میرسه رو میشنویم با صدای مرتضی پاشایی. عدد 2 اختصاص داره به این قطعه. اگرشو نمیگم، بشنویم. به گوشت میرسه روزی که بعد از تو چی شد حالم، چجوری گریه میکردم که از تو دست بردارم. نشد گریه کنم پیشت، نخواستم بچه رفتارم، نمیخواستم بفهمی تو که من طاقت نمیارم. دلم واسه خودم میسوخت، برای قلب درگیرم. یه روز تو خنده هات گفتی تو میمونی و من میرم، تو میمونی من میرم.
سرم رو گرم می کردم که از یادم بره این غم، ولی بازم شبا تا صبح تو رو تو خواب می دیدم. نمیدونستی اینا رو چرا باید میفهمیدی، منو دیدی ولی یک بار ازم چیزی نپرسیدی، ازم چیزی نپرسیدی. صدای مرتضی پاشایی رو با هم دیگه شنیدیم. به گوشت میرسه. عدد 2 میتونید همین الان 2 رو برای ما به 30,099 ارسال کنید و در نظرسنجی روزانه و هفتگی ما شرکت کنید. یکی از شما عزیزان برای ما پیامک فرستادن که خیلی تشکر میکنم از شما و تمام دستاندرکاران برنامه تلویزیونی هنر پنجم که چنین مهمان عزیزی را دعوت کردید تا یاد و خاطره مرتضی پاشایی در ذهن ما دوباره زنده شود. روحش شاد و یادش گرامی باد. 0911 89 90. متشکریم از شما از اینکه همراهی میکنید. همه شما عزیزان برنامه هنر پنجم رو که برنامه خود شماست بسیار سپاسگزارم. یه سوال بپرسم از این حال هوام بیای بیرون. هفته‌نامه رو نگاه میکردید دیگه قبلا؟ آره خودتون نگاه میکردی؟ بله. مرتضی پاشایی چی نگاه میکرد برنامه رو؟ اگر خونه بودیم سر کنسرت نبودیم بیرون نبودیم آره خیلی همیشه دنبال میکردیم، مثلا اوایل و هر موقعی که مرتضی رأی خوب می آورد ما خیلی خوشحال میشدیم. آره خودش هم رأی میداد یا با هم دیگه اس ام اس میدادیم. آخه جالبه. پس خودش هم دوست داشته ببینه که مثلا هر هنرمندی دوست داره ببینه که عکس العمل مردم نسبت به هنرش چیه. یه ترازو بود اون موقع. آفرین. یه مقداری از این آلبوم جدیدش برای ما بگو. حال و هواش، زمانی که ضبط میکرد کارا رو. جزء تو روزهای اولی بود که مرتضی سرطان گرفته بود و سری اولی که رفتیم بیمارستان عمل کرد و 91 مهدی جان این خبردار شد خودش دیگه نه؟ سال 92. خب اون روزایی که اولی بود که از بیمارستان برگشتیم و اومد خونه و دوباره زندگی رو شروع کرد، ولی خب همه چی عوض شد، جان و زندگی عوض شد. قبل رفتن به بیمارستان روحیات هممون یه طور بود، یه جور دیگه زندگی رو می‌دیدیم. بعد از اون 10-12 روزی که بیمارستان بودیم برگشتیم مثلا وارد دنیای دیگه شده بودیم. اون جمعی که با هم بودیم وارد دنیای عجیبی شده بودیم که برامون خیلی ناشناس بود. حالا باید همه با هم دیگه بسازیم، همه باید دیگه با این توماره باید همیشه خودش میگه باید با این توماره بسازیم. همه ببین همون اول دکتر گفتن که این بدخیمه و امیدی نیست یا نه؟ آخه سرطان خب چیزی که امروز خیلی حل شده است. اونقدر نوع تومارش بد بود همون موقع آب پاکی ریختم از دستم، ولی خب همیشه این موضوع رو از مرتضی پنهان می‌کردم. تو خبر داشتی خودش نمیدونست؟ من و یک دو سه تا از دوستای پدرش اینا چی؟ بله خانواده در جریان بودن. خب ولی خودش خبر نداشت. چرا خبر داشت ولی خب اون بدی اون وخامت رو من هیچ موقع نمی‌ذاشتم خودش. موقعی که ما پیش پزشک می‌مونیم بیرون همیشه من یه جوری مرتضی رو دور می‌کردم که خودم با دکتر صحبت کنم یه تلفنی و این اتفاق تا این روزهای آخر هم همینطور بود. روزهای آخر که شنیدم موقعی که حالا کنسرتش برگزار میشد خیلی هم اذیت میشد، اما انرژیشو زمانی که مردم میدیده حفظ می‌کرده و با انرژی مضاعف میرفت رو صحنه. لحظه‌ای که حرکت می‌کرد برای به یه شهری سفر می‌کرد با شوق و ذوق می‌رفت. خوشحال بود که مردم بهترین لحظات زندگیش بود. آخه ما دوره هم که می‌رفتیم میومدیم همیشه سعی می‌کردیم یه فضای مثبت داشته باشیم. آخه مردم انرژی شما خیلی بزرگه، خیلی میتونید کمک کنید به همه، به هر کس که بخواید. آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن. مولانا میگه آب حیات عشق چیزی شاید نباشه جز انرژی مثبتی که شما میتونید برای هر کسی که بخواید روانه کنید. هوای ما رو داشته باشید، خیلی دوستتون داریم.